آقا سلام، خوش اومدید به این ویدیو عزیزان. من امیر رشتم هستم. قراره تو این ویدیو 10 تا اتچمنت برتر سیزن جدید کالاف رو به شما رونمایی کنم. آقا تو چه تا اینجاش اومدی؟ حالا میخوای اتچمنت رو ببینی؟ قبلش حتما چنل ما رو ساب کن. از ویدیو خوشت اومده حتما لایک ویدیو فراموش نشه. آقا بریم سراغ 10 تا اتچمنت برتر بتل رویال رو به شما نشون بدم. خب آقا با 117 شروع میکنیم. 117 آقا تو این سیزن خیلی باف شده. هر رایفلی که باف میشه اول 117 تو هر سیزن دقت کنید. بعدش این اتچمنتی که به شما میدم فرق نمیکنه گانتون میتیک باشه یا لجند باشه یا اپیک باشه. بعضیا میگفتن آجی آمو 117 میتیک فرق داره، اتچمنت ندادش. فرق نداره، کلا همشون یکیه. حالا ببین دمیجشو. آره در این حد HS مومنت اسپیدش خیلی خوب شده تو این سیزن. وانشاتش هم 100% شده. اگه ببینید دقت کنید داره وانشات خیلی جا وانشات میکنه. کلا در کل بهتره. این هم اتچمنتش. حالا بعضیا میپرسن کریم بهتره یا HS. من چه زیاد با HS پلی میدم. کریم من پلی میدم ولی نظر منو بخواید HS بهتره. حالا به خودتون بستگی داره. خب از اسنایپر با دیل شروع میکنیم. دیل مومنت اسپید اینم خیلی خوب شده و اتچمنتش همینه. اتچمنت دیل زیاد فرق نمیکنه. کلا سیزن قبل هم همین بود، سیزن قبل اون هم همین بود. فرق نمیکنه کلا. یعنی بعضی بیشتر یوتیوبرها همین اتچمنت رو می‌دارن و در کل ریجستر خیلی خوبی داره و میشه گفت بهترین اسنایپر جزو بتل رویال همین دیل. دیار هم حرف برای گفتن نداره. اتچمنتش اینه. از سیزن قبل و قبلتر تا این سیزن خیلی دمیجش زیادتر شده و نسبتا از دیل دمیجش بیشتره. حالا تو این اتچمنتی که من تست کردم و بعضی موقع میبینید با تچ شات انمی میشینه زمین. حالا مونده یا وانشات کنی یا بالا تنه بزنی، مونده به خودت. حالا بعضی عادت کردن ایمشون سنگین‌تر بالا بیاد. واسه اون HDR به نظرم خیلی خوبه تا نسبتا دیل و با این سبک برن جلو خیلی بهتره. از بخش رایفلایی که رفتم خیلی خوبه. اینم اتچمنتش مناسب کسایی است که کال آف دیوتی چند سال پلی دادن و قدیما یادشونه. بیشتر پلیرها با که رفت میرفتن جلو. حالا مونده به ایم خودتون که گانتون چه اسکینی هم باشه. حالا واسه من یخی بود، ایمش چند بهتره. حالا مونده به گان خودشون. یه تست هم بچینیم از دمیجش. میبینید که هدشات دمیجش خوبه، بالاتنه هم نسبتا آره. اما کریم هم فراموش نکنیم. کریم تو هر سیزن خیلی خوبه و همه بیشتر از این استفاده میکنن. حالا بعضی هم اچس برمیدارن و وانشاتش هم در حد لالیگاست در این حد. کلا ببینید در چه وضعیه در حد لالیگا. و آره دیگه خلاصه اتچمنتش هم همین. برید ازش استفاده کنید. از بخش SMG هم فینچ و مکتن تو فشتم بود ولی من فینچ انتخاب کردم چون فینچ نسبتا از مشتن بهتره و فایر خیلی قوی تری نسبتا به مشتن داره و اتچمنتش اینه و واسه کسایی مناسب بشه با SMG میرن جلو و SMG پلیر هستن و خلاصه آره واسه اونایی هست که از SMG خوششون میاد. اینم از تست دمیجش. کیلو این سیزن خیلی باف شده از سیزن قبل، خیلی بهتر شده و دمیج خیلی خوبی داره. اینم اتچمنتش و مناسب کسایی هست که کیلومتریچ دارن یا همین اپیک ساده دارن با همین میرن جلو و اونا خیلی بهتره و تو اتچمنتتون بذارید برید دراپ بکشید و عشق کنید. دمیجش هم در این حد و خیلی خوبه از نظر من. رسیدیم به اودن روی این اتچمنتی که ما واسه شما میذاریم بیشتر رو دمیجش دقت کردیم تا نسبتا به چیزای دیگه و اگه دقت کنید ببینید با 5 شات فقط با 5 شات اینمی میفته زمین. حالا فرق نمیکنه تو بالا شات بزنی یا هد شات بزنی و دیگه در این حد و اگه ریجسترتون هم خوب باشه در حد خدا میشه دیگه و باید میس نزنید. میس بزنید شاید با 6 شات حالا 7 شات اینا بیفته ولی به نظر من بدون میس برید جلو کلا انمی پاره است و از یه طرف هم باید ایم خوبی داشته باشید. حالا من روی این اتچمنت خودم ایم گذاشتم. اگه شما بدون ایم میتونید برید جلو ایمو بردارید و یه چیزی اضافه کنید. و یادم رفت از اودن یه تست بگیرم. اینم از تست دمیجش که میبینید تست شات خوبه. حالا واسه من یه لحظه رفت بالا میس دادم. میبینید میس نباید بدید بالا تنه در این حد. حالا ما پایین رفته به پاش هم میرسیم. M4 هم خیلی خوبه. اینم اتچمنتش حتما تست کنید. به تستش میارزه، خیلی بد میزنه و هر سیزن 117 و M4 باف میشن یا نرف میشن. حالا مونده به خود اکتیویژن، بعضی موقع نرف میکنه بعضی موقع باف میکنه
و از نظر کنترل تو بخش رایفل M4 خیلی بهتره. ببین خیلی بد میزنه و از یه طرف هم بهتر میشه کنترل کرد نسبتا به 117 بالا میره پایین میاد چپ راست میره هر موقع وقتی میخوای این بگیری انمی رو بزنی. ولی تو M4 همچین چیزی وجود نداره، ثابت انگار ایم بات زدی یا هر چی. در واقع تا ریجسترت هم بهتر باشه چه بدتر هم میزنه. حالا مونده به خودت. اینم تست دمیجش و خیلی خوبه، ثابته. این هم بود از اتسمنت هایی که من تو بتل رویال استفاده میکنم و به اشتراک شما گذاشتم که شما ازش استفاده کنید و خیلی خوبه و هر انمی رو میتونید بندازید لابی. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. اگر از ویدیو خوشتون اومده کانال ما رو ساب کنید و تونستید کامنت و لایک فراموش نشه. تا ویدیوهای دیگه خدا نگهدار.